البدر علينا من ثنيات راهیان نور. البدر علينا من ثنيات. به نام خداوند بی نهایت مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه راهیان نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزو می کنم ایام به کامتان و لباس صحت و عافیت بر تن داشته باشید. خب دوستان عزیز، قسمت که برنامه های ما را تعقیب کردید، بحث حماسه سازان تاریخ اسلام را به پایان رساندیم و اینک کتاب ماندگار حیات صحابه رضی الله تعالی عنهم را ورق می‌زنیم و از این داستان زیبا آغاز می‌کنیم که گریه نمودن فاطمه رضی الله تعالی عنها بر تغییر رنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه جهاد و خاطر اسلام هست و آرزو می‌کنیم که تا پایان این مبحث ما را همراه و همگام باشید. البدر علينا من ثنيات. خب دوستان عزیز، از ابو ثعلبه خشینی روایت است که گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه باز میگشت، داخل مسجد شده در آن 2 رکعت نماز به جای می آورد و او این را می پسندید که چون از سفر برگردد داخل مسجد گردیده و در آن 2 رکعت نماز به جای آورد و سپس احوال فاطمه رضی الله تعالی عنها را جویا شده، بعد راهی احوال پرسی همسران خود شود. یک مرتبه وی از سفر خود برمیگشت، نزد حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها آمد و قبل از این که به خانه های همسران خود سر بزنند از وی شروع نمود. حضرت فاطمه از وی در آستانه خانه استقبال نمود و شروع به بوسیدن روی مبارک کرد و در این حالت گریه می نمود. پیامبر اکرم علیه السلام به او گفت چه چیز تو را به گریه واداشته است؟ گفت ای پیامبر خدا، تو را می بینم که رنگت دگرگون شده و لباسهایت کهنه و فرسوده گردیده است. پیامبر خدا علیه السلام با وی گفت ای فاطمه، گریه مکن، چون خداوند جل علی شانه پدرت را به چنان کار مبعوث نموده است که در روی زمین خانه از گل، پشم و موی باقی نخواهد ماند مگر این که خداوند بزرگ با واسطه اسلام در آن یا عزت را وارد می کند و یا ذلت را. حتی این دین به جای خواهد رسید که شب به آنجا می رسد. از تمیم داری روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود این دین به جای خواهد رسید که شب و روز به آنجا می رسد و خداوند هیچ خانه گلی و پشمی را نخواهد گذاشت مگر این که این دین را به عزت نیکو و یا ذلت خار کننده در آن داخل خواهد نمود. عزت که خداوند با آن اسلام و اهل آن را عزت می بخشد و ذلت و خاریه که خداوند با آن اهل کفر را خار و ذلیل می سازد. تمیم داری می گفت این را من از اهل بیت خود دانستم. آنهایی که از اهل بیتم اسلام آورده بودند خیر و عزت و شرف نصیب شده بودند و آنهایی را که کافر بودند ذلت، خاری و جزیه پرداختند نصیب کردید. البدر علينا من ثنيات. از ابو عمران جونی روایت است که گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر راهب گذشت و در آنجا توقف نمود. راهب را صدا کردند و به او گفته شد امیر المؤمنین آمده است. وی بیرون آمد،
انسانی بود که مشکلات ترک دنیا و کوشش‌هایش در چهره او و چشم می‌خورد. هنگامی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی را دید گریست. با وی گفته شد او نصرانی است. حضرت عمر پاسخ داد این را دانستم، ولی من بر وی رحم نموده و این قول خداوند جل علی شانه را به یاد آوردم. ترجمه: آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شدند در آتش سوزان وارد می گردند و بر تلاش ها و خستگی های وی رحم نمودم که علی الرغم همه اینها در آتش می باشد. حافظ ابوالحسن طرابلسی از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت نموده که گفت ابوبکر رضی الله تعالی عنه در جستجوی پیامبر بیرون رفت. وی در زمان جاهلیت رفیق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و با وی ملاقات نموده با وی گفت ای ابوالقاسم، در مجالس قومت حاضر نمی شوی و آنها تو را به عیبگیری پدران و مادران خود متهم نمودند. رسول خدا علیه السلام فرمود من پیامبر خدا هستم و تو را به سوی خداوند فرا می خوانم. چون از کلام خود فارغ شد ابوبکر رضی الله تعالی عنه اسلام آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که از نزد وی جدا گردید و برا افتاد که هیچ کس میان کوههای اخشبین خوشتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام آوردن ابوبکر وجود نداشت. ابوبکر رضی الله تعالی عنه نیز حرکت نموده نزد عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام و سعد ابن ابی وقاص رفت. آنها همه به دین اسلام مشرف شدند. بعد از آن فردا نزد عبدالاسد و ارقم ابن الارقم آمد و آنها هم در مجموع بر اثر دعوت وی به اسلام مشرف گردیدند. البدر علينا من ثنيات. و حال می رسیم به دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. از عبدالله ابن مسعود روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بار خدایا اسلام را به عمر ابن خطاب و یا به ابو جهل ابن هشام عزت بخش. خداوند جل علی شانه دعای پیامبرش را در ارتباط با عمر ابن خطاب مورد اجابت قرار داد و اسلام با ایمان آوردن وی تقویت یافت و بتها توسط وی منهدم گردیدند. و نزد طبرانی از حدیث درباره سعید ابن زید و همسرش فاطمه خواهر حضرت عمر خواهد آمد انشاءالله در آینده ها ذکر خواهیم نمود. در قسمت از آن آمده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بازوهای عمر گرفته و او را تکان داده گفت چه می‌خواهی و برای چه آمده ای؟ حضرت عمر با وی عرض نمود آنچه را که به سوی آن دعوت می‌کنی برایم عرضه کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود گواهی بده که خدای جز یک معبود نیست و او واحد و بیشریک است و محمد بنده و پیامبر اوست. حضرت عمر در همان جا به اسلام مشرف گردید و گفت بیرون میروم. از اسلم روایت است که حضرت عمر به ما گفت آیا دوست دارید تا داستان اسلام آوردنم را برایتان بازگو کنم؟ گفتیم بلی. وی فرمود من از جمله شدیدترین و سرسختترین دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم. وی افزود در خانه نزدیک صفا نزد وی آمده و در پیش رویش نشستم.
او گریبانم را گرفت و گفت ای فرزند خدا مسلمان شو. بار خدایا و ای را هدایت فرما و گواهی می دهم که تو فرستاده خدا هستی. عمر افزود مسلمانان به یک بارگی همه تکبیر گفتند و صدای تکبیر آنها در کوچه و راههای مکه شنیده می شد. البدر علينا من ثنيات. مدائنی از عمرو ابن عثمان روایت نموده که گفت عثمان فرمود نزد خاله‌ام به خاطر عیادتش داخل شدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز در آنجا وارد شد و من با دقت به طرف وی نگاه کردم. این هنگامی بود که شأن وی در آن وقت تا اندازه بالا گرفته بود. او به طرف من روی گردانیده فرمود ای عثمان تو را چه شده؟ پاسخ دادم درباره تو و منزلتت در میان ما و آنچه بر تو گفته می شود تعجب می کنم. حضرت عثمان می افزاید آنگاه پیامبر خدا علیه السلام گفت لا اله الا الله. خدا می داند که در آن موقع موهای بدنم برخاست و بعد از آن گفت روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است همان گونه که شما سخن می گویید. بعد از آن برخاست و بیرون رفت. من نیز به دنبالش بیرون رفتم و او را دریافتم و اسلام آوردم. البدر علينا من ثنيات. خب دوستان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و انشاءالله زود برمیگردیم. ملغلره خبره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو او چې زما نه فرمانی وکړه هغه د الله نه فرمانی وکړه او چې د امیر اطاعت وکړو هغه زما اطاعت وکړو او چې د امیر اطاعت نه فرمانی وکړه هغه زما نه فرمانی وکړه. د دې حدیث روایت بخاری شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې د خپل مشر اطاعت کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دي او د خپل مشر نافرمانی کول د الله جل شانه د پیغمبر نافرمانی کول دي او د الله د پیغمبر نافرمانی کول د الله نافرمانی کول دي. د دې وجه مسلمانانو ورونو په موږ او تاسو باندې د خپل بادشاه چې هغه مسلمان بادشاه وي او امیر وي او د قرآن او د حدیث پر اڼا کې په موږ او تاسو بادشاہي کوي د قرآن او حدیث نه مخالفت نه کوي دا په موږ او تاسو واجب ده چې موږ به د هغوی اطاعت کوو دغه مشر اطاعت به کوو د هغه نافرماني به نه کوو. قرآن پاک کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. هغه خلکو چې ایمان راوړی د الله اطاعت وکړي د رسول د الله اطاعت وکړي او د خپل امیرونو اطاعت وکړي. نو قرآن کې هم حکم دغه دی چې د خپل امیر اطاعت یعنی څنګه چې د الله اطاعت په موږ او تاسو واجب دی د الله د پیغمبر اطاعت را باندې واجب دی دغه رنګ د خپل مشر اطاعت را باندې هم واجب دی چې موږ به تاسو به د خپل بادشاهانو چې مسلمانان یو د قرآن او حدیث موافق بادشاهي را باندې کوي او د قرآن او حدیث خلاف موږ ته امر نه کوي په موږ او تاسو لازم ده چې موږ تاسو اطاعت وکړو. لہذا په موږ باندې د خپل بادشاه اطاعت کول لازم دي چې موږ او تاسو هغه بادشاه چې د قرآن او حدیث احکامات په موږ او تاسو نافذوي نو په موږ او تاسو باندې د هغه خبرې منل واجب دي او لازم دي چې موږ د هغه اطاعت وکړو. البدر علينا من ثنيات. راهیان نور. البدر علينا من ثنيات. همچنان ابن اسحاق میگوید که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در حال آمد که آنها یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه رضی الله تعالی عنها نماز می‌خواندند.
حضرت علی کرم الله وجهه پرسید ای محمد این چیست؟ پیامبر خدا به وی پاسخ داد دین خداوند دینی که آن را برای خود برگزیده و پیامبرش را به آن مبعوث نموده است. بنابراین من تو را به سوی خداوند واحد و بی شریک و به عبادت وی و به انکار نمودن لات و عزی دعوت می کنم. حضرت علی کرم الله وجهه اظهار داشت این چیزی است که من آن را قبل از امروز نشنیده بودم و من در کار تا آن وقت تصمیم قاطعی نمی گیرم که ابو طالب را از آن آگاه نساخته باشم و همراهش صحبت نکنم. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نپسندید که قبل از علنی نمودن دعوتش راز وی افشا گردد. لذا به علی کرم الله وجهه فرمود ای علی اگر اسلام نمی آوری این راز را پوشیده دار. حضرت علی آن شب را توقف نمود. بعد از آن خداوند جل علی شانه اسلام را در قلبش انداخت و به طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد تا اینکه نزد رسول خدا علیه السلام رسید و گفت ای محمد چه چیز را برای من عرضه نمودی؟ پیامبر علیه السلام با او گفت گواهی بده که معبود جز یک خدا نیست و او واحد و بی شریک است و لات و عزی را انکار کن و از شریک ها و ضدهای خداوند براءت حاصل نما. حضرت علی کرم الله وجهه این عمل را انجام داده و اسلام آورد. البدر علينا من ثنيات. از شداد ابن عبدالله روایت است که گفت ابو امامه فرمود ای عمرو ابن عبسه روی چه انگیزه مدعی می شوی که تو ربع یا یک چهارم اسلام هستی؟ پاسخ داد من در جاهلیت مردم را در گمراهی می دیدم و بت‌ها را چیز نمی پنداشتم. سپس از مرد در مکه شنیدم که خبرهایی را توأم با احادیث بیان می کند. بنابراین بر اشتر خود سوار شدم تا اینکه به مکه مکرمه آمدم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دریافتم که مخفی است و قومش بر وی مسلط هستند. آنگاه من به آهستگی و مخفیانه نزدش وارد شده و وی گفتم تو کیستی؟ در پاسخ به من فرمود من نبی خدا هستم. بعد پرسیدم نبی خدا چیست؟ گفت فرستاده خدا. میگوید پرسیدم آیا تو را خداوند فرستاده است؟ پاسخ داد بلی. گفتم خداوند جل علی شانه تو را به چی چیز فرستاده است؟ گفت به این که خداوند یکتا و یگانه را عبادت نماییم و چیز برای وی شریک قرار ندهیم و بت‌ها شکسته شود و صله رحم صورت بگیرد. از وی جویا شدم در این کار با تو کیست؟ فرمود یک آزاد و یک غلام، یا غلام و آزاد، که در آن موقع حضرت ابوبکر ابن ابی قحافه و بلال آزاد کرده ابوبکر صدیق با وی بودند. با او گفتم من از تو پیروی می کنم. پیامبر خدا فرمود تو این کار را امروز نمی توانی انجام دهی. دوباره به سوی اهل خود برگرد و هرگاه شنیدی که من غلبه یافتم آنگاه به من بپیوند. گوید در حالی که اسلام آورده بود به اهل خود بازگشت نمود. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طرف مدینه هجرت نمود. من اخبار وی را همیشه تعقیب نموده و پیگیری می کردم تا اینکه قافله کوچک از شترسواران از مدینه آمدند. از آنها پرسیدم آن مکیه که نزدتان آمدم چگونه است؟ گفتند قومش خواستند تا او را به قتل رسانند.
ولی از انجام این کار عاجز شدند و میان ما و ایشان حایل واقع شد که آنها را از انجام این عمل باز داشت و ما مدینه را در حال پشت سر گذاشتیم که مردم با سرعت طرف وی می شتافتند. عمرو ابن عبسه گوید من شتر خود را سوار شدم تا اینکه به مدینه آمده و نزدش وارد گردیده گفتم ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا مرا می شناسی؟ فرمود بله. آیا تو همان کسی نیستی که در مکه نزدم آمدی؟ جواب دادم بله. بعد از آن عرض نمودم ای پیامبر خدا آنچه را خداوند به تو آموخته و من آن را نمیدانم آن را به من بیاموز. و همچنان پرسیدم خداوند تو را به چه خاطر فرستاده است؟ پیامبر خدا علیه السلام فرمود به خاطر اینکه صله رحم میان مردم احیا گردد و از ریختن خونها جلوگیری به عمل آید و امنیت راهها تأمین شود و بتها شکسته شود و خداوند به وحدانیتش عبادت شود و با وی هیچ چیز شریک گردانیده نشود. من به نوبه خود عرض نمودم خداوند جل علی شانه تو را به چیز بهتر مبعوث گردانیده و تو را گواه میگیرم که به تو ایمان آوردم و تو را تصدیق نمودم. آیا با تو اینجا باشم یا هدایت دیگر عنایت میفرمایی؟ پیامبر خدا علیه السلام فرمود بدبینی مردم را در مقابل آنچه من به آن مبعوث شدم خود میبینی. در میان اهل خود بمان و چون شنیدی که من به جای دیگر یعنی پناهگاه دیگر خارج شدم آن وقت نزدم بیا. البدر علينا من ثنيات. خب دوستان عزیز میرسیم به دعوت نمودن خالد ابن سعید ابن العاص توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که این را میگذاریم به برنامه‌های آینده، چون در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. ناگزیر با دوستان عزیز خود خدا حافظی نماییم. ایام بکامتان. خداوند یار و یاور همه البدر علينا من ثنيات